نسبت به پنجشیر 2-3 برابر است مردم میگن و ما هم تا یک قسمت راه که رفتیم یعنی خیلی بزرگ است. یعنی باید ولایت شود اینجا. اگر قرار باشه ما اراضی ولایت افغانستان را جغرافیایش را اندازه بکنیم باید که غوربند ولایت می بود، چون ما شنیدیم غوربند، اما غوربند 4 ولسوالی داره، 18 دری ثبت شده داره. یعنی غوربند بسیار بزرگ است. یکی از ولسوالی های غوربند کمیال من قرار دارم، نامش سیاگرد است. من همین لحظه در ولسوالی سیاگرد هستم، در بازار ولسوالی سیاگرد. این بازار اینقدر بزرگ است که ولایات افغانستان به این اندازه بازار نداره. نسبت به شهر کابل که پایتخت افغانستان است میگن که در این بازار ارزانی هم است. یعنی یک ولسوالی قابل باور نیست که قدر یک بازار بزرگ داشته باشه. حال ما براتان در این گزارش نشان میتم کسانی که بلد هستند از این رو رفت آمد کردن یا غوربندی هستند یا بالاخره یک تارک و بافته که داشتن با غوربند و اینجا را دیدن باور میکنن که من چی میگم. کسانی که باور نمیکنن حال در این گزارش ببینین که غوربند چقدر گیر و بار داره. چندین سرایی که مستریا در اونجا فعالیت داره، چندین سرایی که در اونجا مواد اولیه فروخته میشه، سرای یا مارکت هایی که در اونجا بزازی و تکه فروشی است. این هم قسم دیگه چیزارم شما فکر بکنیم. چقدر خوب است که کم کم پایین بریم و بازار شما بیشتر بتانین که ببینین. مثلا یکی از رسته‌های که مستریا در اینجا در بخش موتر فعالیت میکنند، اگر شما حساب بکنین بیشتر از 20 دکان تنها در این منطقه مستریای موتر هستند. تنها در اینجا نه، فکر بکنین که در ولسوالی سیاگرد چقدر موتر است که بیش از 20 مستری در اینجا فعالیت داره. و حالا میریم به بحث سرایم که در اونجا چقدر مستریا مصرف کار هستند. البته دو طرفه سرک مستریا هست. این طرف هم شما که نگاه بکنین این طرف هم مستریا هست، هم دست چپ هم دست راست. و بیشتر پیاز و کچالو و انگور و سیب و ناک و بی به شکل عمده از باغا و زمین